فاطمه زهرا خالق نسب هستم، به غزل صدا میکنم. من سال دوم هنرستان هستم، یعنی 11 و انیمیشن میخونم. این ویدیویی که دارم میگیرم برای اینه که یک توضیح کوتاه و خلاصه بدم قبل از اینکه انیمیشنمون بیاد بیرون. انیمیشنمون احتمالاً بعد عید بیاد و اولین تجربه ساخت انیمیشن ماه. خب بخوام بهتون توضیح بدم، انیمیشنمون یکی انیمیشن بی کلام هسته، کوتاه هست و با تکنیک استاپ موشن هست. اکبر کاراکتر اصلی ما هسته که خب یک باربر هم هسته. یک باربره و خونه زندگیش خارج از شهره و طبعا موش داره. حالا بهش میپردازیم. قبل اون من کارگردان این انیمیشن هستم و یک گروه 7 نفره هستیم که این انیمیشن داریم میسازیم و عنوان انیمیشن هم تله موش هسته. این گروه یه سری اسامی به اسم آیناز، حنانه، یسنا، نازنین، مبینا و آرزو. در داستان اون انیمیشن ما اشاره داره به حیوان آزاری. حالا بیایم بگیم حیوان آزاری خب چجوری؟ یه مسئله که خیلی بده و جا افتاده تو ذهن مردم اینه که همه فکر میکنن که حیوان آزاری به سگ و گربه و پرنده خلاصه میشه، ولی موش‌ها رو خیلی از ماها تو خونه‌مون سم موش می‌ریزیم، تله‌هایی می‌ذاریم که ممکنه به موش آسیب بزنن و این اصلا ذره دلمون رو به رنج نمیاره. خلاصه انیمیشن ما اشاره داره به همچین چیزی که اسمش تله موش هسته، راجع به یک موش و یک اکبر هسته. اکبر شخصیت اصلی ما هسته. اسکلت اکبری که می‌بینید یک سری لباس‌ها داره، خیلی جزئیات زیادی داره که الان سری بعدی میگیم. برای خلاصه این همونطوری گفتم من کارگردان هستم، یک گروه 7 نفره هستیم، استاپ موشنه و عنوان انیمیشنمون هم تله موشه. خداحافظ.